سلام، خیلی خوش اومدید به یک مسئله جدید دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه. همیشه ذهن‌های خلاق مسئله ها رو به صورت خاص و متفاوت نگاه می‌کنند و به کوچکترین و شاید بی اهمیت ترین اطلاعات یک مسئله نگاهی متفاوت دارند. خب بریم سراغ صورت مسئله. گفته شده که با توجه به شکل زیر، اگر مساحت نواحی آبی 67 سانتی متر مربع باشد، مساحت ناحیه زرد رنگ کدام است؟ گزینه‌ها به ترتیب 73 74 75 و 76 سانتی متر مربع است. شکل رو مشاهده می‌کنید. نواحی آبی رنگ رو به ما داده، مجموعشون شده 76 سانتی متر مربع و نواحی زرد رنگ رو از ما میخواد. شکل مستطیل با توجه به زاویه های قائمه‌ای که داده. این قسمت رو 2 سانتی متر و این قسمت رو 3 سانتی متر به ما اندازه داده. طبق معمول شما دوستان عزیز میتونید ویدیو رو پاس کنید، به مسئله فکر کنید و تلاش کنید که اونو حل کنید. اگه موفق به حل مسئله شدید تبریک میگم، اما اگه نتونستید میتونید راهنمایی هایی که در ادامه ویدیو میگم و در نظر بگیرید و دوباره خودتون برای به دست آوردن پاسخ تلاش کنید. اما راهنمایی ها در نظر داشته باشید که این خط بر این ضلع مستطیل عموده، پس اینجا هم این قسمت هم عموده و دقیقا همینطور اینجا، چون اینجا عموده این ضلع هم عموده. اینجا 3 تا زاویه عمود به دست میاریم، پس این شکل یک شکل مستطیله. اگه به این قسمت توجه کنید، قطر مستطیل رسم شده و مستطیل ما رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کرده. امیدوارم موفق بشید. اما بریم سراغ حل مسئله. اگر قسمت آبی رنگ رو اینجا آ، این قسمت رو B، این قسمت رو C و این قسمت رو D بنامیم، همونطور که مسئله گفته A به علاوه B به علاوه C به علاوه D مساوی با 67 سانتی متر مربع. اما همونطور که داخل قسمت راهنمایی ها گفتیم، چون این زاویه عموده و شکل مستطیل اینجا هم عموده و این قسمت عموده، اینجا هم عموده و اینجا هم زاویه عمود داریم. بیشتر به شکل توجه کنید. در این قسمت چون 3 تا زاویه عمود داریم، زاویه 4مون هم عموده و این شکل یک شکل مستطیله، قطرش رسم شده و این 2 قسمت با هم دیگه برابرن، یعنی این قسمت از ناحیه زرد رنگ همون اندازه‌اش آه. به همین منوال سعی می‌کنیم مسئله رو حل کنیم. اگر از این نقطه به این خطی عمود رسم کنیم و از این نقطه به خطی که رسم کردیم خطی عمود دیگر رسم کنیم، اگه به شکل توجه کنیم یک مستطیل دیگه اینجا داریم که قطرش رسم شده و این قسمت با این قسمت برابره، یعنی این قسمت از ناحیه زرد رنگ اندازش همون بیه. توی شکل بعدی هم اگه توجه کنید یک مستطیل داریم، این قسمتش اندازش سیه، قطرش رسم شده، پس این قسمت هم اندازش سیه و در آخرین قسمت مستطیل آخر این قسمت اندازه دی، پس این قسمت هم اندازه دی. اما اگه بیشتر توجه کنید، مساحت قسمت زرد رنگ رو تا حدودی به دست آوردیم به جز این قسمت و این مستطیلی که وسط شکل قرار داره. اما اگه به صورت مسئله نگاه کنیم، مستطیل وسط ما طولش 3 سانتی متر و عرضش 2 سانتی متره، پس مساحت این قسمت میشه 6 سانتی متر مربع. پس مساحت قسمت رنگی ما شد A به علاوه B به علاوه C به علاوه D به علاوه 6 سانتی متر مربع. پس 67 سانتی متر به علاوه 6 سانتی متر مساویه با 73 سانتی متر مربع و گزینه درست گزینه اول و 73 سانتی متر مربع است.
امیدوارم مفید بوده باشه براتون. کنجکاو باشید و خلاق. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.